واقعاً عیسی کیست؟ چه کاری انجام داد؟ و چرا این کار را انجام داد؟ عیسی مسیح در بهشت حکمرانی می‌کرد، اما انسان در بند گناه گرفتار شد. خداوند انسانها را دوست دارد و می‌خواهد که آنها آزاد باشند. از این رو عیسی مسیح به زمین آمد تا کتاب مقدس و نقشه خدا را کامل کند و بشر را نجات دهد. روح خدا به طور معجزه‌آسایی بر باکره‌ای به نام مریم جاری شد و او بدون هیچ رابطه جنسی باردار شد. ماه‌ها بعد عیسی در یک طویله متولد شد. عیسی هم انسان است و هم خدا. از این رو خود را پسر خدا خواند. لقبی به معنای اینکه او خدا بود اما در قالب انسان. ماهیت عیسی رازی است که ذهن ما نمیتواند آن را کامل درک کند. زمانی که روی زمین بود معجزه ها انجام میداد، با اقتدار تعلیم میداد و بدون گناه زندگی میکرد. زندگی کاملی که هیچ انسان دیگری قادر به انجامش نیست. عیسی با رضایت خودش خود را به عنوان یک قربانی بی‌نقص از طرف ما قربانی کرد. بعد از 3 روز عیسی از عالم مردگان باز آمد و قیام کرد و پیروزیش بر گناه و مرگ را اثبات کرد. عیسی به بهشت عروج کرد تا هرگز دوباره نمیرد. به همین خاطر با القاب و توصیفاتی که از مسیح در تورات آمده است ستایش می شود. القابی چون نجات دهنده، پسر خدا، امانوئیل و بره خدا. عیسی پیشگویی ها را کامل کرد، مجازات ما را تحمل کرد و ما را از گناه رها ساخت. یک روز برای قضاوت همه انسان ها باز خواهد گشت، اما زندگی، مرگ و رستاخیز یعنی باز آمدن از دنیای مردگان او برای ما دلیلی بر درستی است. کتاب مقدس میگوید که ما باید توبه کنیم و به عیسی به عنوان نجات دهنده ما از گناه ایمان بیاوریم تا یک رابطه محبت آمیز و صمیمی با خدا که در ابتدا وجود داشت را تجربه کنیم. آیا مایلید این پیشنهاد را قبول کنید؟